سلام به همگی. من زیبا امیری هستم، دانشجوی PhD دانشگاه شیراز، رشته مهندسی شیمی. اولین جلسه از آموزش کانسول به زبان فارسی رو در خدمتتون هستم. امروز یک مثال ساده و در عین حال پرکاربرد رو براتون حل خواهم کرد و امیدوارم که براتون مفید باشه. مثالی که امروز بهش میپردازیم یک صفحه دو بعدی هست که دو طرف اون دما ثابت و دو طرف اون آیه هست. دما در یک طرف 500 کلوین و در طرف دیگه 300 کلوین هست. قسمت بالا و پایین صفحه هم عایق هستن. برای اینکه ما بتونیم دما رو توی نقاط مختلف این صفحه به دست بیاریم و بدونیم که چه مقدار حرارت داره انتقال پیدا میکنه، میبایست از معادله انرژی استفاده کنیم. معادله انرژی به فرمت کلی به این شکل دیده میشه که خب حالا هر کدوم از این ترم ها یک معنی خاص دارن. این قسمت مربوط به وقتی هست که ما سیال داریم. در اینجا چون سیالی وجود نداره این قسمت صفر میشه. این قسمت مربوط به وقتی هست که ما سورس انرژی داریم که چون اینجا هیچ گونه تولید انرژی وجود نداره این قسمت هم خط میخوره و صفر هست. در نهایت چیزی که برای ما میمونه این عبارت هست. این عبارت رو اگر ما بیایم باز کنیم به یک معادله دیفرانسیل پارشال میرسیم، یعنی پارشال دیفرنشیال اکویشن. در واقع ما توی این معادله یک متغیر وابسته به اسم t داریم و دو متغیر مستقل به اسم x و y. بالاترین درجه مشتق میشه مرتبه معادله دیفرانسیلمون. اینجا چون درجه مشتقمون 2 هست پس ما معادله دیفرانسیل مرتبه دوم داریم. تغییرات در راستای x و y رخ میده، یعنی ما یک صفحه دو بعدی داریم. پس این معادله‌ای که ما داریم باید با دو شرط مرزی در راستای x و دو شرط مرزی در راستای y حل بشه که همونطور که ملاحظه میکنید ما اینجا 4 شرط مرزی داریم، 2 تا عایق و 2 تا دماثابت. خب حالا که مسئله رو شرح دادیم میریم سراغ شبیه سازی. نرم افزار کامسول رو باز میکنیم. شبیه سازی با نرم افزار کامسول ورژن 6-2 انجام شده. برای شروع هم میتونیم از قسمت مدل ویزارد شروع کنیم، هم میتونیم از قسمت بلنک مدل. من معمولا مدل ویزارد رو ترجیح میدم. اینجا ما با یک مسئله دو بعدی سر و کار داریم. در نتیجه من 2D رو انتخاب میکنم. حالا چون من قبلا از این نرم افزار استفاده کردم این قسمت ها رو برای من به صورت پیش‌فرض نشون میده که قبلا استفاده کردم، ولی برای شما که بخواید شروع کنید میبایست توی این قسمت هیت ترانسفر این فلش رو بذارید که باز بشه و این قسمت هیت ترانسفر سالید رو انتخاب کنید، چون ما داریم انتقال حرارت توی یک صفحه جامد رو انجام میدیم. خب توی این قسمت برای ما فیزیک رو بهمون نشون میده که ما به صورت پیش‌فرضی انتخاب کردیم فعلا باشه و اینکه بهمون نشون میده که متغیر مستقلمون چی هست. همونطور که عرض کردم خدمتتون ما یک متغیر متغیر وابسته‌مون چی هست. ما اینجا یک متغیر وابسته به اسم t داریم که حالا چون توی دو بعد میخوایم حل کنیم 2 تا متغیر مستقل هم به اسامی x و y داریم.
بعد از انتخاب فیزیک گزینه استادی رو میزنیم و میبایست اینجا انتخاب کنیم که چجوری داریم صفحه رو مورد مطالعه قرار میدیم، به روش پایا یا غیر پایا. من به خاطر اینکه اومدم مسئله رو به صورت پایا نوشتم اینجا، عبارت زمان رو در نظر نگرفتم نذاشتم، به همین خاطر قسمت استیشنری رو انتخاب میکنم، یعنی همون پایا. خب گزینه دان رو میزنم. توی این قسمت ما این پنجره که برای ما باز میشه مدل بیلدر هست. هر چیزی که اضافه میکنیم برای ما اینجا نشون داده میشه. خب من اول از همه توی قسمت جئومتری واحد طولم رو انتخاب میکنم. برای اینکه محاسباتم خیلی زیاد نباشه فعلا در ابعاد کوچیک کار میکنیم. پس من میام سانتیمتر رو انتخاب میکنم. بعد از اون نوبت به این میرسه که ما صفحه رو رسمش کنیم. توی قسمت جئومتری من این گزینه مستطیل رو انتخاب میکنم. تنها چیزی که تغییر میدم طول و عرض صفحه هست که برای مثال عرض رو 4 و طول رو 5 قرار میدم. بعد از این گزینه بیلد سلکتد رو میزنم. همونطور که ملاحظه میکنید برای ما یک صفحه که طول اون بیشتر از عرضش هست رو رسم کرده. در مرحله دوم نوبت به این میرسه که ما برای مسئله‌مون یک ماده انتخاب کنیم. خب می‌بینید که چون انتخاب نشده اینجا علامت ضرب در وجود داره. پس من یک کلیک راست میکنم، Add Material from Library رو انتخاب میکنم. اینجا مواد مختلفی میتونیم انتخاب کنیم که من ترجیح میدم از این قسمت بیلت این انتخاب کنم که چه ماده‌ای باشه. چون صفحه ما جامد هست خیلی مهمه که چیزی که انتخاب میکنیم در فاز جامد باشه. بعضی از مواد در فازهای مختلفی وجود دارن که حتما باید به این نکته که کنارشون چی نوشته شده دقت کنیم. برای مثال من اینجا صفحه رو از جنس مس در نظر میگیرم. توی این شبیه سازی 3 تا خاصیت مهمه که باید وجود داشته باشه: هیت کپاسیتی، دنسیتی، ترمال کانداکتیویتی که هر 3 اینها تعریف شده و همونطور که ملاحظه میکنید کنارشون تیک وجود داره. پس مشکلی از این بابت وجود نداره. بعد از انتخاب ماده نوبت به تکمیل فیزیک مسئله میرسه. خب همونطور که ملاحظه میکنید کل صفحه توی این فیزیک تعریف شده و دقیقا همون چیزی هست که ما ازش انتظار داریم. همه این قسمت ها بلا تغییر میمونن و ما کاری باهاشون نداریم. کار رو و سی پی رو بهش میگیم از ماده بخونه. اگر یک موقعیت خاصی باشه که خودمون بخوایم تعریف کنیم این گزینه رو از فرام متریال به یوزر دیفاین تغییر میدیم و مقدار رو براش قرار میدیم. برای رو و سی پی هم به همین ترتیب. ولی خب ما اینجا میخوایم از خود ماده بگیره پس بلا تغییر میذاریم. توی مرحله بعد ما اینیشیال ولیو داریم که این برای مسائلی که به صورت تایم دیپندنت حل میشن اهمیت داره و در مورد مسائل پایان اهمیت چندانی نداره. توی کانسول به صورت پیش‌فرض زمانی که شرایط مرزی تعریف نشده باشن همه قسمت‌ها رو عایق در نظر می‌گیره. اینجا ملاحظه می‌کنید که در 4 طرف ما هر 4 مرز رو برامون ترمال اینسولیشن انتخاب کرده.
در نتیجه برای اینکه حالت عایق رو از بین ببریم توی یک سری نقاط میایم این قسمت روی فیزیک کلیک میکنیم. خب چون من تصمیم گرفته بودم حالت دما ثابت باشه این گزینه تمپرچر رو انتخاب میکنم. از این قسمت میام اون قسمتی از صفحه فلزی اون مرزی که میخوام دما رو براش تعریف کنم انتخاب کنم. برای مثال این مرز من توی PDF هم دارم 500 کلوین، پس میام اینجا دما رو براش میذارم 500. توی ما یه جای دیگه هم داشتیم دما ثابت بود، این مرز سمت راست. در نتیجه توی این قسمت باز هم گزینه تمپرچر رو انتخاب میکنم، این مرز رو انتخاب میکنم، چک میکنم که اینجا هم باشه و بعد از اون 300 رو انتخاب میکنم. خب ما توی این شکل داشتیم قسمت بالا و پایین عایق هستن. دیگه لازم نیست ما مجددا عایق رو تعریف کنیم، به خاطر اینکه به صورت پیش‌فرض چون ما برای این قسمت ها شرط مرزی نذاشتیم خودش عایق در نظر میگیره نرم افزار. بعد از اینکه فیزیک مسئله رو تکمیل کردیم نوبت به ساخت مش میرسه. ما مش رو به خاطر اینکه مسئله‌مون فیزیک خاصی نداره که بخوایم یه سری شرایط خاص درش اعمال کنیم به صورت فیزیک کنترل انتخاب میکنیم و حالا سایزی که براش انتخاب میکنیم هم متغیره. ما یک سایز نورمال داریم، اگر به سمت کوچک شدن بره میریم فاین، فاینر و گزینه‌های دیگر رو انتخاب میکنیم. اگر به سمت بزرگ شدن بره کورس، کورسر، اکسترا کورس. برای مثال من اینجا نورمال رو میزنم. ملاحظه میکنید که برای ما مش‌های مثلثی ایجاد کرده. اگر که من فاین رو بزنم مش‌هایی که برای من تولید میکنه کوچکتر میشن، همونطور که ملاحظه میکنید به شدت کوچیک شدن. اگر گزینه کورس رو انتخاب کنم مش‌هایی که برای من میزنه خیلی بزرگ میشه. طبعا مش خیلی بزرگ مطلوب نیست و مش خیلی کوچیک هم باز هم مطلوب نیست، هر کدوم مزایای خاص خودشون رو دارن و خیلی مهمه که برای هر مسئله چه اندازه مش انتخاب بشه. من اینجا مش نورمال رو انتخاب میکنم چون یک صفحه ساده است و خیلی مهم نیست که حالا وارد جزئیات مش بشیم. انشالله توی ویدیوهای بعدی به جزئیات مش میپردازیم. خب این قسمت استادی میام و نگاه میکنم، چک میکنم که فیزیک من انتخاب شده باشه، کنارش مربع سبز رنگ باشه و در نهایت محاسبه رو میزنم. خب اینجا ما چند تا پنجره داریم که به همون کارهایی که داره انجام میشه رو میگه، پیاما رو به همون میده که چه چیزهایی داره انجام میشه، چه کارهایی انجام میشه و پیام ها رو به همون میگه. خب مسئله برای ما حل شد. همونطور که ملاحظه میکنید این قسمت دما 500 درجه و این قسمت 300 درجه. همونطور که ما انتظار داریم دما از قسمتی که بیشتره به قسمت کمتر تغییر میکنه. در واقع انتقال گرما از دمای بیشتر به دمای کمتره. اگر بخوایم بگیم جهت انتقال گرما چطور هست در واقع میشه به سمت راست حرکت میکنه. حالا ما میتونیم این نتیجه‌ای که به ما داده دما هست، ما میتونیم این نتیجه رو برای اینکه بهتر یه ذره ببینیم من رنگش رو از این قسمت تغییر بدم. میبینید این قسمتی که گرمتره به رنگ قرمز و به مرور که دما داره تغییر میکنه به رنگ آبی در میاد. من یه سری قابلیت ها داره کانسول که اینجا امروز اولینش رو خدمتتون عرض میکنم. این که برای مثال ما میتونیم قسمت هایی که دما به صورت یک نواخت تغییر میکنه رو
انتخاب کنیم. بهشون میگیم کانتور. مثلا من اینجا کانتورهای دمایی رو رسم میکنم. اینجا ما خطوطی رو داریم که به صورت موازی رسم شده. در این خطوط هر قسمت از این خطوط یک دما وجود داره، یعنی روی این خط اول کلا ما یک دما داریم، روی خط بعدی یک دما و همینطور دماهای مختلف. پس همه اون نقاطی که روی یک خط عمودی هستن دارای یک دما هستن. ما میتونیم تعداد این کانتورها رو کم و زیاد کنیم. برای مثال من 30 تا اگر بزنم اینها به هم نزدیک و نزدیکتر میشن. به جای اینکه به صورت لاین باشن میتونیم به صورت تیوب رسم کنیم اینها رو که خب ملاحظه میکنیم یه مقدار توپر میشن. میتونیم به صورت فیلد اینا رو رسم کنیم که همونطور که ملاحظه میکنیم به صورت یک دامنه دیسکریت برای ما رسم میشه. همشون سلیقه‌ای هستن و بستگی به اون نتیجه‌ای که شما میخواید بگیرید دارن. علاوه بر این قسمت کانتور ما میتونیم یه سری خروجی‌های دیگه هم بگیریم. برای مثال توی این مسئله ما میخوایم بدونیم که آیا مسئله ما درست حل شده یا نه. یکی از راه‌های تشخیص این مسئله این موضوع اینه که ما جهت انتقال گرما رو مشخص کنیم. من از این قسمت گزینه 4 رو انتخاب میکنم و همونطور که ملاحظه میکنید توی زیر مجموعه تمپریچر اضافه شد. خب اینجا برای ما چیزی که میخوایم برامون بکشه به صورت بردار هست، راستای X و Y داره. واحدی که بهمون داده وات بر متر مربع. چیزی که برای ما داره رسم میکنه به صورت پیش‌فرض پلات انتقال گرما. اگر ما بخوایم این رو تغییر بدیم روی این مثلث کلیک میکنیم و از این قسمت میتونیم گزینه‌های دیگر رو انتخاب کنیم که چه چیزی رو برامون رسم کنیم. من چون میخوام همین پلات انتقال گرما رو رسم کنه چیزی رو تغییر نمیدم. اینجا تعداد بردارهایی که در راستای X و Y برامون میکشه رو داده که فعلا من همون حالت پیش‌فرضش رو انتخاب میکنم. خب گزینه پلات رو میزنم و همونطور که ملاحظه میکنیم گرما از سمت چپ به سمت راست در حال انتقاله. من میتونم این اسکیل فاکتور رو تغییر بدم و این فلش ها رو کوچک و بزرگ کنم. میتونم تعدادشون رو در راستای X و Y تغییر بدم. برای مثال در راستای X تعداد رو به 5 کاهش میدم، در راستای Y تعداد رو به 20 افزایش میدم. همونطور که ملاحظه میکنیم تغییرات اعمال میشه. رنگ این فلش ها قابل تغییره. برای مثال ما میتونیم رنگ زرد رو انتخاب کنیم. اگر بخوایم یک رنگ انتخاب کنیم که تعریف نشده باشه گزینه کاستوم رو میزنیم و دیفاین کاستوم کالرز رو انتخاب کنیم. در اینجا میتونیم رنگ‌های مختلفی رو انتخاب کنیم و بعد اد بزنیم و این رنگ دیگه اضافه میشه. کلیک میکنیم که وارد صفحه اصلی بشه. خب این اولین آموزش و در واقع ساده ترین مسئله بود که میشه با نرم افزار کانسول حل کرد. تقریبا هر مسئله انتقال حرارتی که ما بخوایم حل کنیم از این مرحله اولیه شروع میشه و عبور میکنیم به مراحل پیچیده‌تر میرسیم. پس ما امروز برای شروع یک گام راحت و در عین حال بسیار مناسب رو برداشتیم. انشاءالله در ویدیوهای بعدی به مرور مسائل رو سخت‌تر می‌کنیم و با سایر قابلیت‌های کانسول در قالب مثال و به صورت کاربردی آشنا میشیم. ممنونم از توجهتون. خوشحال میشم که کانال من رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو ثبت کنید.
متشکرم.